موضوع مهاجرت را ادامه می‌دهم. حکومت تاجیکستان از بیشتر از 120,000 شهروندان کشور که در روسیه کار و اقامت می‌کنند خواستند تا 3 ماه دیگر با مراجعت به اداره‌های مهاجرت و یا کارهای داخلی در آن کشور حجت‌هایشان را درست کنند. در عکس حال به گفته مقامات به فهرست آنهایی می‌افتند که باید از روسیه به چون و چرا و پرسپاس اخراج کرده شوند. همکارم رجب یوسفی این مسئله را تحقیق کرد و حالا در بری من در استودیو است. سلام رجب، سبب این مراجعه وزارت مهنت تاجیکستان و مهاجران چی است؟ سلام شلا، درود بینندگان عزیز. بله شلا، وزارت مهنت و یا کار تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی در روز 22 اکتبر گفته است که از روز 5 فوریه سال آینده در روسیه قانون نو درباره اقامت خارجیان در آن کشور حکم اجرا می‌گیرد و ممکن است احوال ده‌ها هزار مهاجر تاجیک را بد کند. در بیانیه آمده است بر اساس سندهای نو درباره اقامت خارجیان، وزارت کارهای داخلی روسیه نظام مخصوص اجرا و یا دپارتات اخراج و یا دپارتات را به راه می‌اندازد و رویخط شخصان تحت نظارت را تهیه کرده است که در آن زیاد از 120,000 شهروند تاجیکستان همچون افراد قانون شکن ثبت شدند. یعنی بعد روز 5 فوریه همه این مردم یکباره به فهرست آنها وارد میشن که در صورت افتادن به دست ماموران پلیس به یگان سوال جواب آنها را به بازداشتگاه میبرند و به تاجیکستان اخراج میکنند. در رویخط شخصان تحت نظارت در روسیه آنهای ثبت شدند که در قلمرو این کشور یگان قانون شکنی کردند یا غیر قانونی کار میکنند یا فرق ندارد، قرضداری از پول تلفن، رعایت نکردن قاعده حرکت در راه و یا قانون شکنی های سخت دیگر به مثل جنایت. رجب، وزارت با مهاجر تاجیکی که با این رویخط به اصطلاح سیاه افتادند چه توصیه‌ات است که باید چیکار کنند؟ وزارت مهنت تاجیکستان گفته است شهرانی که در این رویخط هستند باید تا روز 5 فوریه سال آینده به مقامات روسیه مراجعت کنند و اگر مشکل قانونی داشته باشند حل نمایند و یا عموما قلمرو روسیه را ترک کنند. در بیانیه وزارت آمده است شهروندانی که در روی خط قرار دارند باید حضور خود را قانونی یا پروپیسکا کنند، چون که در صورت این کار را نکردن به طور اتوماتیک بر روی خط شخصان اخراج شونده شامل می شوند و حق رفتن به روسیه را از دست می دهند. واقعا وزارت نام همه 120,000 نفر را نشر کرده است. مهاجران می توانند این روی خط را در وبسایت وزارت مهنت ببینند. ظاهرا در این فهرست آنهای هم هستند که از روسیه الکی اخراج شدند و یا کشور را ترک کردند. وزارت مهنت به این مردم توصیه داده است که اگر در تاجیکستان یا کشور دیگری هستند برای بیرون کردن نامشان از فهرست نسخه شناسنامه خارجی خود را با نشان دادن مهر عبور سرحد و مقامات مهاجرت جای زیست خود در شهر مایه‌های جمهوری پیشنهاد نمایند. خلاصه شهلا مقامات تاجیکستان که امسال با مقامات روسیه درباره مهاجرت کاری و آزار و اذیت تاجیکان در روسیه رد و بدل‌های زیاد داشتند می‌ترسند که بعد ماه فوریه اخراج و یا مشکلات قانونی مهاجران تاجیک زیاد می شود. بله، تشکرم رجب برای تفصیلات. مهاجران عزیز، همانگونه که رجب گفت روی خط در سامانه مهنت نقطه TJ گذاشته شده است. اگر شما نام خود را در آن دیدید تا آخرین لحظه منتظر نشده طبق توصیه های مقامات تاجیکستان عمل کنید. خب دوستان عزیز، بیاد همین اخبار ما تحلیل میکنیم و با هم در همین موضوع صحبت میکنیم. اگرچه این نوشته شده است من میتوانم این اخبار رو از طریق نوشته جاتش برای شما بخونم و تحلیل کنیم، ولی باز هم در نوارم ما میتوانیم تحلیل بکنیم تا بینندگان هم اخبار رو بشنون و هم تحلیل ما رو ببینید. همین از اول سال تا امروز حکومت امامعلی رحمان واقعا برای دفاع از خودش، دفاع از مهاجرین مهنتینش ما باید دو چیزا از هم جدا کنید. یعنی که اگر دفاع از مردم است و دفاع از خود است، یعنی تو میتونی از خود دفاع کنی یا که از کسی دیگه برای دفاع کنی. دفاع کردن از حق یک انسان این شرف است، میرای حق یک انسان رو دفاع میکنی. ولی حکومت رحمانوف واقعا به خاطر دفاع خودش نه، به خاطر دفاع مردم نه، به خاطر دفاع خودش چیکار کرد؟ از اول سال تا این جانب تلاش و کوشش دارد که همین وضعیتی که در روسیه نسبت مهاجران است کمک بهتر شود، ولی باز هم پیروز نمیشن، موفق نمیشود. چرا این کار میکنند؟ به خاطر آنه که اگر که مهاجران مهنتی که 120,000 عینها در همین لیست هست دپارتاسیون شوند و در تا ماه فوریه به تاجیکستان برگردانیده شوند، حالت تاجیکستان
تا کجا میان میرسه؟ شما ببینید که 20,000 نفر یک باره برمیگرده تاجیکستان میرود. اونها بعد از 2 ماه در تاجیکستان موندن نان میگوین، ها باز چی میگوین؟ آب میگوین، جای کاری میگوین و هزارها چیز دیگر از این حکومت طلب میکنن. حکومت برای برقرار کردن و دادن جواب برای همین انسان ها آماده نیست. یعنی نه جای کار برای تو آماده کرده است، نه برای تو آماده است پول اجتماعی بتیاد که تو در خانه کار نداشته باشی پول بگیری، و نه برای یگون زمینی بتیاد که تو در روی زمین کار کنی رزقت رو پیدا کنی. وقتی که شما در تاجیکستان با این مشکلات روبرو شدید، مجبورید که چیکار کنید؟ در حاکمیت برید و یک انقلاب به میان میآید و حکومت از همین میترسد. برای حفظ جان خود و بقای خود چیکار میکند؟ میرود با روسیه گفتگو میکند و کوشش میکند که همین مهاجران مهنتی چیکار نکنند، دیپورتاسیون نشن. ولی چرا پیروز نمیشود؟ باز این از همه دردآورش همین است. بگذار حکومت برای بقای خودش همین کارا بکند، حد امکان از یک مهاجر مهنتی دفاع کند، ولی چرا باز پیروز نمیشود؟ بدبختی کار بود در همین جا است که با اینقدر ملاقاتایی که همین سال داشتن، از رستم امومالی شروع کرده، به امومالی خود داشت، به دیگر نمایندگان وزارت ها و نهادها، ولی باز هم موفق نمیشن. این همین بدبختیش در همین چرا باز هم موفق نمیشن؟ معلوم و مشخص است که وقتی که جامعه شهروندی از بین رفت و دفاعگر مردم که به او باوری دارند پیدا نشید، حکومت نمیتوند گفتگو کند با حکومت های دیگر. در روسیه مثلا کدام یک بخش دقیق ماندگی است که از دیدگاه حقوقی میتوانند مهاجران مهنتی را بسیج کنند؟ آیا سفیر میتوانند مهاجران مهنتی را بسیج کنند؟ امکان ندارد، چون اگر بسیج کنند درد سر خودش میشود. هر او زنگ میزند، نان میگوید، آب میگوید، مال میگوید. در سال 2020 وقتی که کووید 19 شروع شده بود، همین عزت امان اینقدر به مردم کمک میکرد، از کجا پول مال میآورد؟ از این مردم یک کس میگیری به یک کس دیگه میداد. مردم گرسنه بودن، مردم پراکنده بودن، ولی در نزد یک انسان به مانند عزت امان چیکار کردن؟ متحد شدن. در مدت تقریبا 3 ماه کانال یوتیوب همون انسان با 100,000 ابونچی پیدا شد و ویدیوش تا 1 میلیون آدم بیننده میگرفتن. به خاطر چی؟ لایفش 15-20 هزار در یک شب تماشابین داشت. میدونی سبب هایشون در چی بود؟ به خاطر اون بود که اینها به مردم میدادن، خدمت میکردن، یعنی پول برمیگردوندن. وقتی میگو که برادر من جای خواب ندارم، میگو با آفیس بخی بیا، یک خیرخواه دیگر رو پیدا میکرد عزتمون، میگو که بیا برای این دودر، برای این اکا، برای این مادر، برای این خواهر به جای کار تامین که جزاش خیرش از الله بخواه، ثوابش از الله بخواه، براش کمک میکرد. اما سفیری کار نمیکند. وقتی که مردم رو بسیج کردن نمیتوانی، مردم به تو اعتماد نمیکنن، به کارهای غیر قانونی دست میزنند و این همون روندی فشار زیاد میکند. ببین خود مقامات حکومت تاجیکستان درخواست میکنن که کسایی که ذره در یک جا به یک نوار دینی لایک میمونه، کار میمونه، برای اونها رو دیپورتاسیون کنه، روی کنه تاجیکستان ما زندان کنیم، ما زمان بگیریم. آخه همین مقامات روسیه را یاد گرفتن دیگر. بازی هر کاری که یک عملی سیاست‌های جهانی انجام داده می شود، یک تاجیک پیش میبرند میزنن و چیکار میکنن؟ او را تهمتش میکنن. هزارها تاجیک دیگر چیکار میکنه؟ شتم میخورد. و وقتی که مقامات میاد میخواد که خودش حفظ کند، چیکار میکند؟ روسیه به عهده نمیگیرد. میگه این تاجیک، این شهروند، تو علم با آموز، مدنیت با آموز، فرهنگ با آموز، تا مغزشویی کردن نشود. وقتی که در مکتب‌های تاجیکستان شما با اینا مدنیت نمی‌آموزید، علم نمی‌آموزید، فرهنگ نمی‌آموزید، این جوانی تاجیکی که وقتی روسیه میآید مکتب تمام می‌کند، زبان نمی‌داند، فرهنگ نمی‌داند، علم ندارد، چگونه بتواند در روسیه این اینتگراسیون کند؟ چگونه بتواند خودش در همون جامعه درست بکند؟ وقتی که شما درس عقیده ندارید، درس زبانی درست ندارید، در مکتب ها به فساد می شود همه چی را خرید، چگونه اینها بتوانند موفق شوند؟ چگونه بتوانند اینها در روسیه زندگی کنند؟ امکان ندارد. هر کسی که اومد در یک سیاست بین المللی، مثلا همین کراکو سیتی، آیا فکر میکنید کراکو سیتی بازی دست تاجیکا میخواستن در کراکو سیتی برای حمله تروریستی کنند؟ کدام تاجیک میخواد این کارو بکنه؟ چی هدف دارد یک تاجیک این کارو بکنه؟
همه شما خودتون سوال کنید که یک تاجیک برای یک عمل تروریستی در روسیه انجام دادن چه هدف دارد؟ هدف یگان تاجیک موجود نیست. تاجیک هدف ندارد، بلکه هدف سیاست‌های جهانی و بین المللی است که میخواهند در یک کشورهای دیگر از طریق مال و زرخریدهاش کار کنند، بیان کارهای تروریستی انجام بدهند و او را میکنند کسایی که بی سواد، بی فرهنگ، بی مدنیتند از روی اونها را استفاده کنند و برند در این عملهای تروریستی دست بزنند. بعد با کی را پیدا میکنند؟ همین تاجیک چوبی را که برای چیکار کند؟ در یک جا خودش را قربانی کند. دیگر کسی دیگر را پیدا نمیکنند. چرا؟ چون تاجیک چی ندارد، فرهنگ ندارد، فرهنگش بر وقت به این حکومت دیکتاتور عمر رحمان و غضبان رفته است. ناموسش کو بر وقت حکومت همه مردم ما را، تقریبا 90% مردم ما را همین بیداری دینی و بیداری که برای ناموس آینده ملت چو باشه تقریبا از بین بردن. بیداری علمی که کاملا از بین بردن، مردم ما را کاملا بی سواد کردن. سواد امروز در مردم ما تقریبا دیده نمی شود. نه زبان روسی را میدونن، نه زبان انگلیسی را میدونن، نه فیزیک و ریاضی و اصلا سوادناکی در مردم ما در سطح پایان است. وقتی که سواد دینی که در تاجیکستان دین ممنوع از تدریسش، نه عقیده دینی را میدونن، نه عقیده تحوی، یعنی یگان عقیده در تاجیکستان نخوندن. وقتی که یک انسان میاد 4 حدیث سنت 4 آیت چون میگه، به هر عملی که همون میگه میرن انجام میدن و سیاست بین المللی، نفوذ بین المللی چیکار میکند؟ در این جمعیت از اینها همچون چوب استفاده میکند و میگیرد، مخشوبی میکند، میبرد دیگر در کراکو سیتی برای حمله کن. این حمله برای کی لازم بود؟ برای امریکا، برای چین، برای افغانستان، برای اوکراین، برای کی هدف داشت؟ آخه برای تاجیکا همین حمله کراکو سیتی چی معنی داشت؟ مفهوم کی نداشت؟ تاجیک در همونجا چی مفهوم داشت که اونجا رو ترک کند؟ مگر ما با روسیه جنگ داریم؟ یعنی وقتی که ما میخواهیم یک نقطه رو نظر کنیم، اول نقطه اصلی نظر میگیریم همین هدف چی بود؟ چرا ما باید به کراکو سیتی حمله کنیم؟ تاجیک ها چرا به کراکو سیتی باید حمله کنند؟ همین سوال ما باید به خودمون بپرسیم که ما چی هدف داریم؟ امروز 8 تا 10 نفر شهروند ما در اونجا رفته است، در زندان ششته است به گمانبری که به کراکو سیتی حمله کردن. پشت این حمله چی میستد معلوم نیست. چرا تاجیک اونجا باید حمله کنند معلوم نیست. و مقامات با چیکار میکنن؟ به جای اونه که بیان نسبت همین حکم شکایت کنن، نسبت همین حکم اعتراض کنن، بیاین و ادوکات بگیرن، در مقابل همینا مبارزه ببرن، چیکار کردن؟ مادر و پدرای همین اشخاص در تاجیکستان باز فشار آوردن که حرفی نزنید، با کسی به رادیوی آزادی یا که با دیگه نفرا مصاحبه و یا اینترویو نتید.